الو داداش زونه تشات 10 تاشو با یه تک خوابوندم اوکر سلام داداش نوکرده بوتیک مرباب سلام تاج سری سفره‌دار بزرگوار کار مرباب داداش نوکرتم بزرگای منه داداش کوچیکیتون رو میکنم عزیز من نوکر تاج سری داش علی اصلا یادم رفت چی داشتم میگفتم شامل اون داستانم خیالت راحت تا سپردم حلش کنم علی داداش جون تشات نکشینش ها فقط تکیش کنید زن و بچه داره داشم ببرم زندانی حامد تبریزی آزادی داداش قسمت شما داداش نوکرم کوچیکه قسمت احمد داداش نوکرم عشق آقا کوچیکم ابی بیا اینجا ببینم جانم داش حامد داش ابی چند ماه مونده 1 سال و 6 ماه آخ بمونم حبس تو بکشم خدا وکیلی ببین من دارم میرم بیرون مشی آزادی برازندت هر موقع هر کاری داشتی به داشت بگو خب الانم بگو ببینم سریع قرار کن نوکردم عمو سلطان من تا حالا شما رو ندیدم مشی چرا افتادی زندان آزادیت مبارک باشه لوتی آشمی مشتی میری بیرون بله دی دارم میرم بیرون با اجازت الان مالم به عقبای بیرون برسیم یه دست مبل خریدیم خوردیم به رکود اقتصادی بازار جیبمون خالی شد نتونستیم پولشو بدیم نه مبل کیفیت داشت نه صاحبش معرفت داشت رفتیم یه روز زدیم دکور و مکور همه رو ریختیم وای حاجی این موریه است تو زندان پسر اسکول 2000 خب این موریه یادش بخیر من یه روز رفتم خونهشون چه مبلی داشت حاجی من میگم این مرتضای خلاف میکنه تو بگو نه چرا مبلاشون خفنه فکر کنم آشپزخونه میرال داره آره حاجی به ببین کیا اومدن بیرون اشتی گفتم زحمت نکش بابا چه داشمتی داشت آمد خیلی خوش اومد داش مرتضای مبلاتو از کجا گرفتی خیلی خفنه داشت آمد بار بزنم ببین من نوکر به قرآن قابلتون نداره فشای من داشت آمد اینا رو از استیل تزیینات گرفتم استیل تزیینات آره داداش خیلی خفن از 3 تا شعبه فعالان خودشون تولید میکنن فرد و فورد چطوری میتونیم ازشون تخفیف خوب بگیریم داشت شما پول نده قربونت برم شما از طرف من بری بگی داشتوری 10% به تخفیف از طرف ما هم 10% از طرف شما هم 10% به تو تخفیف باش لیاقتشو داره ماشی داشت چرا انقدر دیر اومدی خونه ما کلبه درویشی بودم زون تشاد آدرسشو بهت میدم رفتی بیرون حتما یه دونه بخر خیلی با کیفیت آقا با اجازت بری دیگه بر نگردی انشالله بری دیگه بر نگردی انشالله داشای گلم داشت آمد آزادیت مبارک داشتی داری میری ما رو تنها میذاری تو نمیری ها آره کجا بودی داشت آمد به مولا 2 ماه تو انفرادی بودم داشتم عذاب میکشیدم ای بابا سلامتی آزادی سلامتی داش حامد که به خاطر شرفش 12 سالو کشیده سلامتی سکس شغال و کفتار و کرکر ای والله داش علی ماشاءالله داشیا سلامتی کلاقی که وقتی قهر میکنه 10 تا گردو به نفع باغبونه سلامتی همتون بی فوش بمونه عمتون سلامتی جمع یه دقیقه زبون به دندونت بگیر ببینیم چیکار داریم میکنیم آخه ای والله داش حامد نوکرتم داشا یالا ماشاءاللهش کنی گریزو کنی برای داش حامد خالی نره بیرون سلاماتو بفرست حرکت کن احساسات به خرج تو نمیری ماشاءالله داش ابراهیم ماشاءالله ایوالله مریال پاس کن آزاد شی انشالله هیچ آدمی خلافکار متولد نمیشه و هیچ بچه‌ای هم تو زندون به دنیا نمیاد داش حامد من تو زندان به دنیا اومدم ننم هم خلافکار هیچکی غذای گرم خونه‌شو با غذای زندون عوض نمیکنه مشی گلی ایوالله داش حامد من از غذا اینجا خیلی راضیم حتی زنم هم این غذا رو به من نمیداد با 2 دقیقه گو نخوریم بذارین حرفمو بزنم دیگه مخلص کلوم زندون پشت مردو خم میکنه انشالله آزادی همتون با اجازتون ایوالله بری دیگه بر نگردی انشالله چش نخوری انشالله قلب منی ماشاءالله داداشمی
مبارک باشه انشالله داشتم نوکرتم داداش. داشتم اینا گوریزون برو عشق حالشو ببر برو با زیدت خرج کن، برو کافه. اتفاقا داشتم می‌خواستم درباره همین نکته پهن بده اشاره کنم داشتم می‌خوای زیدتو بهم بسپری؟ همینو می‌خواستم میگم نه بابا کدوم زید داشتم این نامه رو برسون به لیلا این نامه رو لیلا فقط بخونه داشتم تو که زن نداری داداش. والا ندارم داشتم اینجا اسقر کلافه برام یه لیلا تتو زده از در زندان لیلا دیدی تا در خونه هر کی بود خواستگاریش کن من 2 سال اینجا گیرم لیلا رو برام من خواستگاریشو من نوت میگیرمش برات. داشتم هر جای شر آزاد شدم خدایا نوکرتم بالاخره آزاد شدم. رن همین مسموم نشه این یه وقتی. باش بردی چقدر بزرگ شدی ماشاءالله تو این چند باش بردی یه روز زندان اندازه 10 سال با آدم سخت میگذره. بپر بالا بریم الان قهوه خونه منتظر مرسی شما داداش. پسر خاله 2 تا چای بیار داشتمون از زندان اومده بکنه جیگر شال بیار. باشه نوکرت. داداشی یه روز زندان اندازه 10 سال آدمو پیر میکنه. مشی گلی خدا رو شکر میکنم که من وکیل بن بودم ماشاءالله. گفتنش قشنگ نیست. ما خیلی ها رو آشتی دادیم واسه خیلی ها گلریزون کردیم تا آزاد بشن، خیلی ها رو چکی کردیم پسی زدیم تا ادب یاد بگیرن. شما بزرگا بی ادبی نکنن. داش مهدی سلطان زاده ها توی زندان اگه صفر بگیری شل میخوری. آره مشی گلی. دمت گرم. باشه دمت گرم. اصلا یکی از خاطرهامون بهت بگم باورتون نمیشه. یه شب خوابیده بودم نمیدونم چه اتفاقی افتاد یه صدا اومد در گوشم گفت حامد بلند شدم دیدم 45 نفر راستم 45 نفر چپم اومدن منو خراب کنن. جون چشات دست انداختم این ور اون چی دستم نیومد یه ناخنجر زیر تختم بود. برداشتم اولی رو زدم دومی رو زدم سومی رو زدم گفتم یکی کمه 2 تا قمه 3 تا خاطر زمه تا اومدم بلندشم برم رو صورتش همونجا وایساد دیگه. چرا باید وایسم؟ بنزینش تمام شد. خسته نمیشه این خالی میبریم. بابا اینا باورشون شده ساکت. آقا باورتون شد؟ نه بابا. والله. نه بابا. والله. نه بابا. به خوب محلمون ارادتمند ماسد. داش حامد شنیدم از زندان آزاد شدی. تو راه اومدنی برات این جورابا رو گرفتم. نانوه حرف نداره هسته بو نمیگیره. نوکرتم داستان دیشب نشا. تو باشگاه 4 نفر رو مصدوم کرده بودی. نگو اونو پیس. بیا بگیر. داش سعید البته مدت حبس اصلا مهم نیست. مهم اینه که داداشم اونجا وکیل بند بود. عمل چکی میکرد. خیلی ها رو اونجا کوریدور خواب کرده بود. من با اجازهتون مرخص میشم. خداحافظ. کجا میری قناری؟ یا کریم جرمش چی بوده؟ تو لیوان یه بار مصرف داورم خورده. سلام جان امشب یه شب میماندی؟ نه دست شما درد نکنه. من با اجازهتونم. خداحافظ. خداحافظ. سلامت. حامد چرا به فش فرو کردی؟ آقا بزرگا علما وزرا وکلا من با اجازهتون رب زحمت میکنم. مرسی که تشریف آوردید. بیا بریم. Allah'ım neydi günahım? جون چشات داشله راش میراد یه شب تا صبح نتونستم بخوابم از بدن در. حالا میگی چرا؟ بگو چرا؟ جون چشات 45 نفر تو یه شب زدم. هر کی میمد فرو میکردم نه خطا فرو میکردم. بازم بهتون میگم داداش یه شب زندان اندازه 10 سال سختی داره باور کن. خلاف داداش واقعا ارزش عشق مادر رو نداره.